سه تا خبر خیلی مهم برای کسایی که تتر دارن. اولی، شرکت تتر اعلام کرده که دیگه از بعضی از بلاکچین‌ها پشتیبانی نمی‌کنه. اگه تتر روی یکی از این بلاکچین‌هایی که اینجا گفتم داری، حتما تا 1 ماه آینده بسترش رو تغییر بده یا تبدیلش کن تتراتو به یه چیز دیگه. فردا برات دردسر میشه ها. بهترین بسترها چی هستن؟ مثلا ترون، اتریوم، سولانا، بی ام بی. دومین نکته که خیلی مهمتره، با احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه، تتر ممکنه سختگیریشو به نسبت ایرانیا برای ایرانیا بیشتر کن. پس حواست باشه هیچ ردی از ایران روی تترات نمونه. چطور؟ خیلی ساده، همیشه از قند شکن استفاده کن، آی پی تا آی پی خارج از کشور خارج از ایران باشه و از صرافی‌های خارجی مطمئن که به ایران خدمات میدن استفاده کن. سومین نکته، شاید دیده باشه قیمت تتر از دلار کاغذی کمتر شده. چرا؟ به چند دلیل، اما دو تا مهماش ایناست: ریسک تحریم، احتمال مسدود شدن به خاطر مکانیزم ماشه بالاست و دومین کنترل شدید دولت روی صرافی‌ها و تتر. پس اگه تتر داری از همین حالا یه مدیریت دقیق‌تری روش انجام بده.